های گایز، چطور بچه ها؟ هستم از چنل ابوالحسن. اومدیم با یه ویدیو جدید، اونم اولین سری رازهای ماینکرافت. خب بریم سراغ ویدیو. ببینید بچه ها، اولین رازمون اینه که این تیکه چیز هست، ری که همدیگه رو برابر میکنه، شبیه پیککس آیرونی نیست. ببینید اصلا شبیه اینه، انگار یه پیککس اینا رو به هم وصل کرده. ببینید این چیز، اینم پیککس. خب دومین رازمون اینه که ببینید بچه اصلا نگاه کنید، وقتی توی آیتم فریم هلمت رو میذاریم یا اصلا توی همین مثلا اینونتوریمون هست، ببینید هلمت این شکلی به خلال دایره‌ای ماننده، ولی اینجا ببینید مربعیه. و اینجا ببینید این وسطش هست که دماغمون رو میپوشونه. اینجا توی این نداره، توی اینم همینطوره. ببینید نداره اون چیزه. آره بعد ببینید بچه ها اینو نگاه کنید، همین تناب خودمون شبیه عدد این عدد 6، اینم عدد 9، شبیه این عدد 9 و 6. یا این یکی هم نگاه کنید بچه ها، کله کریپر خوب نگاه کنید، شبیه اینه. ببینید مثلا نگاه یه چیز عجیبه، ببینید شبیه همه. خب بعدی بچه ها اینا قشنگ راحت میتونم برم تو هم. ببینید مثلا نگاه کنید الان اینجا رو این میکنیم میاد اینجا، این الان کلاه به چست پلیت اضافه شد، بعد چست پلیت و کلاه و شلوار با هم یکی شدن. ببینید و الان شمشیر بهشون اضافه میشه. بعد وقتی بیاد پایین کله این میاد بالا، بعد نگاه کنید این بالا رو موش زده بیرون. خب بچه ها حتما کانال ما رو حمایت کنید و برای ویدیوهای بعدی ما رو نگاه کنید که حتما بازم از همین رازهای ماینکرافتی براتون میذارم. گود بای.